عزیزی پیامی فرستاده بودم برای من که شما در یکی از برنامه‌ها در مورد اینکه دوست انسان چگونه باشد صحبت کرده بودید. البته عزیزان زحمت کشیده بودن این رو به شکل کلیپی جداگانه هم پخش کرده بودن که در اون صحبت ها گفته بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قاعده کلی رو در دوستی و در روابط اجتماعی برای ما بیان میکنن که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی. دوست عزیزی تماس گرفته بود که اگر اینطوری باشد خب زندگی خیلی مشکل می شود، دشوار می شود برای ما که چگونه ما دنبال کسانی بگردیم که هم مؤمن باشند و هم متقی باشند و فقط اونا رو خونهمون دعوت بکنیم، مثلا مهمانشان بکنیم، فقط همراه این گونه انسان ها دوستی بکنیم. پس در این زمانه از کجا پیدا کنیم این گونه دوست ها رو؟ این از یک طرف. و بعضی از دوستان برداشت اشتباه کرده بودن، کامنت گذاشته بودن، پیام فرستاده بودن که خب شما اینطوری میایید مثلا مردم رو از دعوت باز میدارید. حالا اگر ما با آدمای خراب، با آدمای بد اگر دوستی و رفاقت نکنیم، چطور اونها رو اصلاح کنیم، چطور اونها رو دعوت بکنیم؟ ببینید هر دو گروه صحبت من رو یعنی بگم اشتباه فهمیدن. این که ما میگیم که لا تصاحب الا مؤمنا یعنی دوست صمیمی نباش، دوستی که تو به او اعتماد میکنی و اسرارت رو با او در میان میگذاری مگر اینکه مؤمن باشد. حالا دلایلش هم انشاءالله به شکل تفصیلی در این برنامه صحبت میکنم. با اینکه این کار آیا سبب میشه که ما بس با مردم که دوستی نکنیم، رفت آمد نکنیم، چطور دعوت بکنیم؟ ببینید اگر که دوستی و آشنایی با یک نفر، رفت آمد با یک نفر به نیت هدایت او باشد، دعوت او باشد، نه تنها جایز است بلکه این عبادت است. دین ما این رو امر میکنه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. وقتی که ما با یک نفر سلام علیک نکنیم، نشست و برخاست نکنیم، چطور میتوانیم او را برای دین یا برای اسلام دعوت بکنیم؟ اما ببینید در روابط اجتماعی ما در زندگی، اون اصلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی، دوستی نکن مگر با مؤمن و به خانه خود مهمان نکن مگر انسان متقی را. در زندگی، در دوستی، در رابطه اجتماعی از دیدگاه دین، از دیدگاه اخلاق دینی ما به 4-5 شی نیاز داریم. اولا به این نیاز داریم که وقتی که ما یک کسی رفت آمد میکنیم، او به کمک ما نیاز خواهد داشت روزی از روزها و ما به کمک او نیاز خواهیم داشت. و این انسانی که در روز سختی و مشکلات به داد تو میرسد، به تو کمک میکند، به تو یاری میکند، این فقط یک انسان مؤمن و مسلمان این کار رو میکند. اکثرا این رو دیده باشید که وقتی که شما در یک مشکلات و سختی ها قرار میگیرید، همه از شما فرار میکنن. حتی همونی که دوستش هست، رفیقش هستی و خیلی هم همیشه میگه که هر موقعی گرفتار بودی میتونید از من درخواست کمک بکنی یا به قول افغانا سر من صدا بکنی، اما وقتی که دچار مشکلات و سختی ها شدید تلفنت هم جواب نمیده. الله سبحانه و تعالی به موسی علیه السلام میگه که سنشد عضدک به اخیک، ما تو را، بازوی تو را توسط برادرت چیکار میکنیم؟ استوار میکنیم یا قوی میکنیم. به این معنی که دوست خوب، برادر مسلمان خوب، ولو اینکه از پدر و مادر ما نباشد، برادر مسلمان ما باشد، در هنگام سختی ها و مشکلات به ما کمک میکنند. این رسم اخوت و برادری اسلامی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری میفرمایند که مثال مؤمن مانند یک جسد است. اذا اشتكى منه عضو، اگر که یک عضوی از اعضای او شکایتی بکند، بقیه اعضا چی میکنن؟ با او همراهی میکنن به السحر و الحمى، یعنی با کمخوابی و با تب چیکار میکنن؟ او را همراهی میکنن.
به این معنی است که همه مسلمانان با هم برادر و خواهر مسلمان هستند و در انگام سختی ها و مشکلات باید مثل یک بازوی استوار در کنار همدیگر قرار بگیرن، نه اینکه از زیر بار مشکلات و سختی های اونها شانه خالی بکنن و اونها رو فراموش بکنن. دیگر اینکه همدلی و دلداری است. یک دوست خوب باید همدل و دلدار انسان باشد. اگر همدلی و دلداری نباشد، در انگام سختی و مشکلات در کنار تو نباشد، در انگام سختی ها و مشکلات تو رو دلداری ندهد، این دلداری دادن خیلی مهم است. یک برادر مسلمانتان در یک مشکل و سختی گرفتار است، شما میرید با 4 کلمه گپ اصلا حالش رو دگرگون میکنید. الله متعال در قرآن کریم میفرماید لا تحزن ان الله معنا. یک دوست به دوست دیگرش میگوید در موقعی که در غار هستند، مار در داخل غار از یک طرف، مشرکین در دم در فقط به پیش پای خودشون نگاه بکنن، ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در غار میبینن. همه مکه برآمدن که اینها رو دستگیر بکنن. برای سر هر کدامشان 200 تا شتر جایزه تعیین شده. در اینجا یک دوست خوب، رسول الله صلی الله علیه و سلم به دوست خوبش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ لا تحزن ان الله معنا. ای ابوبکر اندوهگین مباش، خدا با ماست، الله با ماست. این دوست خوب در اون موقع سختی به جان خودش فکر نمیکنه، دوستشو دلداری میده. به این میگن همدلی، به این میگن دلداری، به این میگن دوستی واقعی. دوستی و محبت، روابط اجتماعی که بر اساس دین و شریعت باشد به انسان آرامش میده، به انسان آرامش میده، به انسان راحتی میده. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و جعل بینکم مودة و رحمه. در بین شما مودت رو قرار دادیم. مودت یعنی چی؟ یعنی عشق، صفا، صمیمیت، محبت بیش از حد و رحمتی که از طرف الله سبحانه و تعالی وقتی که دو دوست هم دیگر رو دوست می داشته باشن. گرچه این آیه در مورد زن و شوهر است. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه، اما این قسمت مودت و رحمت یک چیز عام هست در بین همه روابط اجتماعی که بر اساس دین و شریعت باشد. الله سبحانه و تعالی این را قرار داده. انسان در کنار دوست صمیمی و دیندار و با تقوای خود احساس آرامش میده. یعنی مشکلات سختی ها بیاد به تو دلداری میده، در کنارت میسته، جزی از غم و اندوه تو رو بر میداره، تو رو به صبر تشویق میکنه، نیاز داشته باشی از هیچ کمک مادی و معنوی دریغ نمیکنه. همچنین دلسوزی است. دلسوزی، دل یک مسلمان، یک برادر مسلمان به حال برادر مسلمان خودش میسوزه. دل یک خواهر و برادر مسلمان به حال هم دیگرشون میسوزه. امروز ما مثلا در فرسنگ ها دور، کیلومترها دور از فلسطین هستیم، اما با غم اون مردم غمگین میشویم، با اندوه اونها اندوهگین میشویم، زیرا الله سبحانه و تعالی یک اصلی از روابط اجتماعی و محبت و صفا و صمیمیت رو در بین مسلمان ها، بین برادران و خواهران مسلمان قرار داده است. و آن این است که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین و مؤمنات یعنی زنان و مردان مؤمن دوست و برادر و به اصطلاح صمیمی یک دیگر هستند. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. هم دیگر رو به اعمال خوب و شایسته امر میکنن و هم دیگر رو از اعمال بد و ناشایسته باز میدارن. دوست خوب هیچ وقت با تو مجامله نمی کند که بالا تو بگی بیا بریم شراب بخوریم، بگه که بیا بریم، نمیگه، میگه نخیر برادر کجایی تو؟ الله سبحانه و تعالی شراب، من تو رو دوست دارم، من نمیخوام تو در عذاب دوزخ بسوزیم، نمیخوام تو عذاب بکشی، نمیخوام تو رنج بکشی. پس او را از گناه و معصیت باز می‌دارد. امر به معروف و نهی از منکر یک از واجباتی است که مسلمان ها در بین خود انجام میدن. پس
کمک و همکاری با یکدیگر، همدلی و دلداری با یکدیگر، آرامش و راحتی که در این روابط دینی و صفا و صمیمیت اسلامی وجود دارد و عشق و محبت و دلسوزی که وجود دارد، اینها صفات و ویژگی هایی است که تنها اون دوست متقی و پرهیزگار میتواند برای تو این جو رو ایجاد بکند. خواستم این موضوع رو کمی توضیح بدم خدمت عزیزان، چرا بعضی دوستان تماس گرفته بودن که با این تعریفی که شما کردی دیگه باید تو خونه بشینیم، با هیچ کس رفت آمد نکنیم. اما وظیفه من و تو این است که همچین دوستانی ایجاد بکنیم در جامعه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از انسانهایی که دخترانشان را زنده به گور می‌کردن کسانی ساخت که صبح و شام پیشانی دخترانشان را می‌بوسیدن. هست کسانی که همسرانشون رو مانند یک متاع خرید و فروش می‌کردن. کسانی ساخت که در مقابل اونها چنان غیرتی نشان بدن که در تاریخ بشر مثل مانند نداشته باشه. از ملتی که در کشتن و بستن و خوردن مال همدیگر و دزدی و هزار یک گناه، اینها سرآمد همه بودن. ملتی ساخت که سراسر رحمت، شفقت، مروت، اخلاق. امروز الگوهای اخلاق برای ما کیا هستند؟ یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، همونایی که تاریخچه‌شون رو ببینید 10 سال پیش، 20 سال پیش از بعثت، اینها چه انسانهایی بودن در بین مشرکین؟ الا تعداد معدودی انگشت شماری که حتی در زمان شرک هم انسانهای خوبی بودن، بقیه یعنی گرفتار بودن در اون جامعه‌ای که همه تقریبا به این مصیبت‌ها آغشته بود. اما همینا شدن الگو و نمونه برای ما. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر که انسان‌ها تا روز قیامت به مثل شما ای اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ایمان بیاورن، راهیاب شدن. چگونه اینها در ظرف 23 سال در مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم 180 درجه تغییر کردن. اخلاقشون، رفتارشون، کردارشون، پندارشون، همه زندگیشون عوض شد.